درود و مهر بر همگی به یک پادکست دیگه از سفر عاشقی خوش اومدین. امروز در خدمت دکتر خدابخشی هستیم و میخوایم درباره گوش دادن فعال صحبت کنیم. سلام دکتر، خوب هستین سلام، شما؟ سلامت باشید. چطورم؟ همه چی خوب و عالی؟ عالی. الهی شکر، هستم در خیلی هم خدمت. خوب و عالی. یک سوالی که خیلی پیش اومده بود، بقیه دوست داشتم بدونن که زبان بدن آدمی که مثلا واقعا همدلی با ما داره، ما رو درک میکنه، تفاوتی هم داره با آدمی که مثلا داره فقط نقش بازی میکنه؟ چون خیلی هم مثلا تو هم شرایط گول آدمایی رو میخورن که فکر میکنن مثلا داره درکش میکنه، همدل، ولی شما مثلا آدم سعی کنه فقط از موقعیت داره سوء استفاده میکنه که بخواد به مثلا نزدیکتر بشه، بعد به خواسته خودش برسه. خب ببین، نگاه این تفکر که داری باز یه برداشت ذهنیه. خب این برداشت ذهنی مال اون آدم‌هایی که احتمال میدن جهانشون ناامنه و تو این جهان ناامنه آدم‌هایی وجود دارن که میتونن از سادگی من سوء استفاده کنن. خب اگر بخوای ذهنیت تو اینجوری بکنی، بیشتر میری دنبال شواهدی میگردی که تایید بکنی این آدم همدلی صادقانه نیست. درسته. اینجا خطا میکنی. تو وارد یه گفتگویی با این آدم شدی، این آدمی داره با تو یه جنسی از همدلی میکنه، حالا خالص باشه یا ناخالص باشه داره تلاششو میکنه که به تو توجه کنه. تو همینجا نگرش دار. درست. اگر سطح رفت بالاتر از این توجه انتظار دیگه ای داشت، تو اون سطح حلش کن. خب ولی تفکر منفی در مورد اینکه داره ناخالص و من همدلی میکنه که از من گین بگیره، ممکنه تمام روابط تو رو خراب بکنه و این یه خطاست تحت عنوان ذهن‌خوانی که ما ترجیح میدیم این کارو نکنیم. خب حالا تو همین موضوع که هستیم، معمولا چه اشتباهاتی رایج ممکنه فرد انجام بده؟ مثلا من دارم گوش میدم به فرد مقابلم، ممکنه چه اشتباهی کنه؟ حالا کلامی که گفتیم، ما همین که بگیم مثلا درکت کردم، واقعا خب درکش نمیکنه، ولی مثلا زبان بدن چطور، چه اشتباهاتی رایج ممکنه انجام بشه که فرد مقابل احساس کنه اصلا به من گوش نمیدی، داره فقط کار خودش انجام میده، نشست مقابلم؟ انگار طرف مقابل اغلب اشتباه فکر نمی‌کنه که ما بهش گوش نمیدیم. چرا؟ چون ذهن من به جایی که به تو گوش بده، خب دنبال پاسخ دادن به توئه. یعنی دنبال اینه که من به عنوان خدابخشی پاسخ مناسبی بدم که تایید بگیرم، که آگاه به نظر برسم، درست. که آدم مثلا منطقی به نظر برسم. نگاه کنید، گوش دادن فعال که همدلی زبان بدن رو همراه خودش میاره، از نقطه تمرکز کامل رو فکر آدم بدون قضاوت اتفاق میفته. خب نه از نقطه پاسخ دادن به آدمه. اگر تو بتونی من رو بشنوی، بدونی که دنبال پاسخ باشی و بعد اول انعکاس احساس محتوا رو به من بدین و بعد اصلا دنبال این باشی که من میخوام پاسخ دریافت کنم یا نه. درست. چون ما خیلی موقع حرف میزنیم نه به خاطر اینکه دنبال راه حل از سمت تویی، حرف می‌زنم چون نیاز دارم که تخلیه بشم. درست. نیاز دارم فقط حسم درک بشه. ببین من اول باید بفهمم طرف مقابلم هدفش از این گفتگو چیه، پیامیشه که میخواد با من منتقل کنه چی، متناسب باهاش بعد از تمام شدن گفتگوش پاسخ بدم. پس یعنی حالا اشتباه رایجی که تو این موضوع زیاد دیده شده اینه که مخصوصا بین زوجه، خانم میاد خواست حرف بزنه که تخلیه بشه، ولی آقا برمیگره راه حل‌های منطقی ارائه میدی که واسه خانم خوشایند نیست اون لحظه، ولی خب فکر ذهن مردم اینه که منطقی بخواد راه حل ارائه بده. خب توی همچین دقیقاً. شرایطی باید مرد چیکار بکنه خب دقیقاً؟ ببین واقعیتش اینه که من میخوام این فرض رو بذاریم که هم مرد منطقیه هم زن درسته. منطقیه. خیلی از جاها همین اشتباهی که تو الان داری به مردها نسبت میدی، من تو جلسات درمانم دیدم از سمت زنها داره اتفاق درست. میفته. خب ببین وقتی که آدم داره با من گفتگو میکنه، مهمترین کاری که من باید بکنم تاج هیجانش. خب یعنی اول باید احساساتش رو بپذیرم، لمس کنم، صحیح بهش منتقل کنم، بعداً ازش بپرسم که آیا برای حل این مشکل نیاز به کمک من هم داری؟ چه کمکی از دست من برمیاد؟ اگر اون آدمی گفت آره دنبال راه حل میگردم، برم بهش راه حل بدم. درست اگه شد؟ مثلا دنبال راه حل نبود، باید تو واکنش نشون بده. همون تاج هیجانی براش کافیه. میگه ممنونم که بودی، نه یه چیزایی تو ذهنم هست میرم انجام میدم. فهمت. دیگه اونجا دیگه نباید تو منیتت بیاد بالا که نه بذار من بهت راه حل بگم تو نمیفهمی. بعد اون موقع دیگه تو وارد فاز بعدی میشی، تو داری میگی تو نفهمی من بفهمم. خب خب و تمام اون مسیری که برای شنونده فعال بودن رفتی رو خراب. یه سوال آخر که اینه که شنونده فعال بودن رو چجوری میتونیم کسبش کنیم مثلا مهارتشو؟ آیا مثلا کارگاهی وجود داره، آموزشی خاص وجود داره، یا که مثلا
در اصل که مثلا با آدمای زیادی گفتگو داشته باشیم به صورت طبیعی کسب میشه. به صورت طبیعی کسب نمیشه، مهارته. و من حتما پیشنهاد میکنم افراد تو کارگاه‌هایی که توی این زمینه هستن شرکت بکنن، یا اگر اهل مطالعه هستن کتاب‌هایی در این زمینه مطالعه بکنن، یا حداقل میتونن از طریق پادکستایی که توی این زمینه‌ها میاد این گوش دادن فعاله رو تمرین کنن. ببین ما الان خیلی تیتوار در مورد ماجرا صحبت کردیم، همه اینها تکنیک‌هایی داره که توی گفتگوی 2 نفره و با تمرین و بازی قابلیت دستیابی پیدا میکنه. و بعد من میتونم اون رو تمرین و باز تمرین کنم تا بخشی از وجود من بشه. خیلی هم عالی دکتر، ممنون سلامت لطف باشی. کردین. قربانتون. دوستان با آخر اپیزود امروز رسیدیم. اگه دوست دارین که مهارت گوش دادن فعال رو یاد بگیرین حتما داخل کامنت ها برامون بنویسین تا بهتون بگیم باید چیکار کنیم. تا اپیزود بعدی بدرود.